الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم حاضرین محترم، برادران خیلی عزیز و گرامی. از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان، امروز عبادتی که شما انجام میدهید اگرچه از سهو و از نقصان خالی نیست، خدایا به درگاهش مقبول بگرداند و در هر قدم شما خدای مهربان گناههای شما را مغفرت بگرداند. و از پروردگار مسئلت دارم که تا جمعه دیگر خدای مهربان همه شما را صحت و سلامت نگه دارد. هر مشکلاتی که در خود شماست، در اولاد اجداد شماست، خداوند با حرمت این روز جمعه همگی را برآورده بگرداند، مشکلات های شما را خدای مهربان حل بگرداند. و از پروردگار مسئلت دارم که گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت بگرداند و ما و شما را خدایا شفای کامل و تنی درست همیشه نصیب بگرداند. و خداوند را دعا میکنیم که همیشه این جمهوری ما را هم صحت و سلامت نگه دارد، یکدیگر فهمی و صلح آشتی همیشه در این تاجیکستان ما برقرار و بردوام باشد. و رهبر دولت هم که برای آبادی این تاجیکستان سعی و کوشش ها میکند، خدا ایشان هم در حفظ و امانش نگه دارد. آمین و رب العالمین. برادرای خیلی عزیز و گرامی، پیش از آنه که من یک چند حدیث های رسول اکرم در باب سلام دادن برای شما خوانم، چگونه که جمعه گذشته من برای شما وعده دادم. الحال یک مکتوب تعجیلی که از یک خواهر برای ما آمده رسید، میخواهم همین خوانم، به این خواهر جواب گردانیم، زیرا که خیلی ضرور بوده است. و بعدا انشاءالله همون سوال و جوابی که در پیش من است من برای شما جواب میگردانم. و جمعه گذشته، جمعه آینده نصیب باشد زنده و حیات باشیم، سوره ضحی را انشاءالله من برای شما تحلیل میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام دام الله حاجی میرزا، خواهش دارم همین جمعه جواب بگویید که این مکتوب را من به دست همسایه امان روان میکنم. دادرم به مسکو رفتنی شد، پول نیافت، پیش شوهر من آمد. شوهرم در اصل همان پولی طلب کرده او را نیافت، لکن من از جاهلی او را مجبور کردم که برای دادر من پول بیاو. شدیم جنگ، عاقبت مرا زد و گفت طلاقت کردم. باز قهرش پس نشد، گفت 3 طلاقت کردم. داملا پشیمانم از کارم، چیکار کنم؟ 3 کودک دارم. آیا روایت دارد یا روایت ندارد؟ یک خواهر اسلامی شما از شهر کولا. یعنی این خواهر به خاطر دادرش گوییم که مبلغ لازم بود است که برای کار کردن رود و این دادر از شوهر طلب میکنه. شوهر در اصل میگوید این خواهر پول نداشت، لیکن از جاهلی ما شدیم جنگ
عاقبت این مرد ما را طلاق داد، بازگشت و قهرش پس نشده، گفت 3 طلاقت کردم، 3 کودک دارم، چیکار کنم؟ من جمعه گذشته کمی هم که بود در اطراف احترام شوهر برای همه خواهر دخترها کمی بیان کردم. باز میگویم که حبیب خدا میگوید دادرای عزیز خیلی با دقت باشید، این سخنها را دانه به دانه گرفته به نزد زنهای خود، به نزد خواهرهای خود، به نزد کلینهای خود، به نزد همون گویم خواهرکایی که امروز شوهر دارند، برای اونها رسانین که حق شوهر چیست. حبیب خدا می فرماید اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها و اعظم الناس حقا علی الرجل امه. حبیب خدا می گوید ای طایفه زنها، ای زنهایی که امروز صاحب شوهر هستین، خطابه به سوی زنهای صاحب شوهر هست، ای زنهایی که شوهر دارین، فراموش نکنین که بزرگترین حق بالای شما حق شوهر است. از همه بزرگترین حق بالای تو حق شوهر است. حتی حق پدرت نیست، حق مادرت نیست، حق معلمت نیست، حق داملای محلت نیست، بلکه حق شوهر بالای تو میستد. از همه این حق ها دیده بالای تو اولین حق شوهر داره. از این خاطر باید حق شوهر را پایمال نکنی. مادامی که حق شوهر را که پایمال کردی، خداوند این گونه غضب ها دارد. به خاطر یک گویم چند مبلغ یک حیات شیرینی که در بین شما چندین سال دوام داشت، امروز کنده شد. به خاطر چی؟ به خاطری که تو حق شوهر را رعایت نکردی، تو با شوهر معامله خوب نکردی. من باوری دارم که بسیار عیبها امروز از جانب خواهرهای ماست، بسیارش. اگرچند در این بین جوانهای بد اخلاق هم وجود دارد، اگرچند در این بین مردهای گویم ظالم و مردهای نادرست فهم هم وجود دارد، لیکن اکثریت از جانب خواهر دخترها، اکثر عائله ها ویران می شود. این چنین همین خواهرم اگر من تفتیش کنم میایم باور که به خلاصه ای که همین خیلی گویم که یک درد دل همون شوهر را بیدار کرده است که شوهر این آدم 2 بار روی هم طلاق داده است. خیلی در این جگان جنجال و خیلی گپ‌های نادرست از جانب این خواهر ما صدا دادگی هست. و این خاطر فراموش نکنین که باز میگویم که بزرگترین حق بالای هر یک دختری شوهردار حق شوهرش میستد. حتی اگر مادر یا پدر حقوق ندارد که زن به اجازت شوهر خانه خودشان برد، خانه‌ای که 18 سال تربیت کرده است یا 20 سال در همون خانه تربیت کرده است، به اجازت شوهر دست او را گرفته خانه بردن نمیتواند. این از حکم شریعت. حضرت عبدالله ابن عمر خدا رحمت و مغفرتش کند، یکی از راویای خیلی زیادی حدیث پیغمبر است. 1630 حدیث حبیب خدا را عبدالله ابن عمر ابن الخطاب بچه حضرت عمر روایت کردگی است. او حضرت میگوید که حبیب خدا گفتن یا معشر النساء. ببین یک طایفه زنها، یک گروهی خیلی زنها زیاد بود، حبیب خدا به نزد این زنها رفت، گفت یا معشر النساء، ای گروه زنها، تصدقن و اکثرن من الاستغفار، ای جمعیت زنها بسیار صدقه کنید و بسیار استغفار به سوی پروردگار کنید. حبیب خدا به زنها گفت صدقه زیاد کنید، گپ نزنید، صدقه زیاد کنید و استغفار به سوی پروردگار کنید. فإني رأيتكن اکثر اهل النار. حبیب خدا گفت زیرا که من در دوزخ اکثر اهل دوزخ دیدم از طایفه زنها بود. حبیب خدا در شب معراج میگوید اکثر اهل دوزخ من در دوزخ دیدم همه زنها بود. از این خاطر شما صدقه زیاد کنید و به سوی پروردگار زاره و تولای زیاد کنید. قالت امرأة منهن ما لنا اکثر اهل النار. در دوام حدیث
حبیب خدا چی گفتن؟ میگه یک زن از بین این طایفه خیست و گفت ای حبیب خدا اکثر اهل دوزخ زنها بود؟ گفت بله اکثر اهل دوزخ زنها بود. برای چی اکثر اهل دوزخ زنهاست؟ از حبیب خدا پرسید. حبیب خدا چی گفت؟ تکثرن اللعنه و تکفرن العشیر. زیرا شما گفت ای خواهر دخترها دو عیب دارین، گفت لعنت بسیار میگوین و این شوهری که بهترین نعمت است حق این پایمال میکنید. به این خاطر شما اکثر اهل دوزخ تشکیل دهنده از همین خاطر است که لعنت زیاد میگوید، ولی بسیاری زنهای شوهردار به سوی فرزند خودش لعنتی میگوید یا پدر لعنت میگوید که پدر او شوهر این است، حقی بزرگ دارد. بالای او چی میگوید؟ لعنت بر پدری تو. شما لعنتی زیاد میگوید و تکفرن العشیر. حبیب خدا گو حق شوهرها را تو پایمال بکنین. از این خاطر اکثر اهل دوزخ از طایفه زنها دیدم. حضرت علی را هم حکایش است، میگه دخلت انا و فاطمه علی النبی صلی الله علیه و سلم و وجدناه بکاء شدید. ببین یبکی بکاء شدید. حضرت علی میگوید بار با همراهی دختری حبیب خدا فاطمه. شما میدونید که حضرت علی داماد حبیب خدا بود، شوهر فاطمه دختر دوستدار حبیب خدا بود که میگوید در چهره از حبیب خدا هیچ دیگرگونی نداشت، بنیاد با حبیب خدا مانند بودند. میگوید بار دست فاطمه را گرفتم و خانه خسوری خود پدر یعنی فاطمه حضرت رسول اکرم آمدم و وجدناه یبکی بکاء شدید. آمدم که مثل کودک گریه دارد، بسیار یک گریه سخت داشتند. فقلت یا رسول الله فداک امی و ابی. حضرت علی میگوید وقتی گریه حبیب خدا را دیدم خیلی ناراحت شدم، فکر کردم از دست یگان نصرانی باشد، از دست یگان یهودی یگان رنجش در حبیب خدا پیدا شده باشد. گفتم ای حبیب خدا پدر و مادرم فدای تو باد، ما الذی ابکاک، چی شد که تو اینقدر گریه داری؟ حبیب خدا گشته و به جانب فاطمه و جانب علی چی گفتند؟ گفتند زمان همون شب معراج یادم آمد، شبی که حبیب خدا پیش خداوند رفته بود، سیر جنت و سیر دوزخ کرده بود. گفت همون زنهایی که در عذاب دیدم همونها پیش خاطرم آمد، دیگر هیچ طاقت ایستادن نکردم، برای زنهای امتم گریه میکنم. فاطمه وقتی که نام زنها را که شنید در حال از حبیب خدا پرسید ای پدر عزیز، گفت چگونه زنها دیدی و چگونه عذاب دیدی؟ خواهرای عزیز انشاءالله من باوری دارم این صدای من شاید به گوش اونها رود، این سخن حبیب خداست. رسول اکرم گفت دیدم یک گروه زنها را دیدم که از مویهای سر آویزان بودند، از مویهای سر آویزان بودند. دویم گروه را دیدم که از زبانها آویزان بود، در حلق اونها چرک و زقوم همون دوزخ ریخته میشد. سوم طایفه را دیدم که پایهایشان براستی سینه ها آمدگی و دستها در پس سر بستگی، مار و کژدم اونها را عذاب میداد. چهارم طایفه که دیدم فقط از سینه ها کشال بودند. پنجم طایفه دیدم سرها سری خوک بود، بدنها بدن خر بود. لیکن هفتم طایفه که دیدم همگی زنها مثل سگ بودند. این حالت دیدم، عذاب اونها را دیدم. از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحری چی اینها را خدا اینقدر عذاب میدهد؟ حبیب خدا را جبرائیل چی گفتن؟ اینها میبینی که از مویهای سر کشالند، اینها دخترهای هستند که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که رویمال نداشتند، اینها سرهای لوچ بودند. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنند مردهای بیگانه راحت میکردند. از این پریچاسکه هایی که اینها برای پیدا کردن و برای آماده کردن زنا چقدر زیبا پریچاسکه ها میکردن، اینا همون طایفه های هستند که در دنیا موی سری خدا مردهای بیگانه را نشان دادند. اینها را خدا به همین خاطر از موی هایشان آویزان کردند. گفت دویم طایفه ای که از زبان کشال بودند. فاطمه میپرسد
اونها چگونه بودند؟ حبیب خدا گفت اون زنهایی که از زبان کشال بودن و در حلق اونها زقوم و زرداب دوزخ ریخته میشد، زنهای بودند که با این زبان در دنیا شوهرها را آزار میدادند، با شوهرها جنگ و جنجال میکردند، شوهرها را لازم میشد دهن اونها گفتن نام میبردن. امروز جوانای ما آنقدر با ایمان شدند که از من سوال میدهد اگر زن گوید که در دهنت فلان کنم طلاق میشود یا نمیشود؟ من میگم همین معامله را کی کرد؟ میگه عائله من بر من کرد. تو چی؟ من توقت میکنم و صبر میکنم و زندگی با این زن میکنم و این زن را تربیه میکنم. ببین این از زبان جوانهایی که امروز الحمدلله گویم که ایمان کامل دارن، از زبان همون جوانها صادر میشود. همین زنهایی که از زبان آویزانند زنهایی بودند که در دنیا شوهرها را آزار میدادند. شاید این صحبت من با یگان طایفه زنها نفارد، لیکن همون زنها ایستاده همین سخن پیغمبر خدا را کمی مقایسه کنند که آیا کدام مرد میخواهد که زن او را آزار دهد؟ کدام مرد میخواهد؟ همه وقت مرد میخواهد که زن او را نوازش کند، سخن خوب گوید، برای طعام خوب پزد، برای او لباسهای او را تازه کند، برای این شوهر دادر و پدر و مادر را احترام کند. همه شوهر اینا میخواهد. دویم طایفه ای که آویزان بودن از زبانها زنهایی بودن که چی بوده است؟ شوهرها را با این زبان آزار میدادند. فاطمه میگوید پرسیدم ای حبیب خدا، زنهایی که تنها از سینه ها کشال بودند اونها چه عذاب داشتند؟ گفت اونها از چشم شوهر در خلوتی زنا میکردند، شوهرها را که دور میدیدند در حال زنا را برپا میکردند، با مردهای دیگر رفت آمد میکردند. از این خاطر این زنها را خداوند از سینه هاشون آویزان کردند. حبیب خدا را پرسید اون زنهایی که سرها سری خوک و بدنها بدنهای خر شدگی، اینها چگونه زن بودند؟ گفت اینها در دنیا به شوهرها سخن دروغ میگفتند، شوهرها را فریب میدادند، بازم این کوچه مردم کوچه را فریب میداد و سخن چینی میکرد، سخن یک زن میگرفت در پیش زن دیگر میبرد. از این خاطر خداوند با این معامله بعد با او مراسا کردند. زنهایی که مثل سگ بودند اینها چیکار کردند؟ اینها در دنیا بخیل بودند، اینها در دنیا حسد داشتند، وقتی بهبودی در خانه شوهر را میدید در همو بخیلی میکرده است، در همو حسد میورزیده است که شوهر من از دادرم دیده و از برادرم دیده بایتر است و خوشرویتر است و زیباتر است. از این خاطر خداوند این زنها را با این حیوان چیکار کرد؟ مبدل گردانید. از این خاطر من این صحبت بحری چی کرده ایستادم؟ به خاطر که خواهرهای ما بیدار شوند که حق شوهر بلند است. من نمیگویم که زنها حق ندارند. ما درباره حقوق زنها قریب 4-5 جمعه صحبت ها داشتیم که زنها چقدر حق بلند دارند. منم طرفدارم که شوهرها زنها را احترام کنند، زنها شوهرهاشون را احترام کنند. خواهرای عزیز، وقتی که تو معامله درست با شوهرت میکنی، دختری تو فردا با همون دامادی که میشود با همون مثل تو معامله میکند. این بسیار یک تأثیر کلان دارد. در خانه اگر شوهر زبانی خوب داشته باشد، زن زبانی خوب داشته باشد، بچه ها با تربیه میشوند. لیکن وقتی در خانه شوهرم دشنام، زنم به حرمتی که کرد، عاقبت همه فرزندای شما با کلین و با داماد شما این چنین معامله میکنند. از این خاطر بسیار خوب میشد که زنها امروز اطاعت کننده شوهر شوند. برای ما همین زنهایی که شب و روز در تلویزیون ها نشان میدهد قدای کوچه های پایتخت پر از دخترهای بی معنی شده است، پر از دخترهایی که گویم امروز جامعه تاجیکستان فساد دارند. همین تاجیکستان ما پر شده است. بس است بگذارین شما زندگیتان زندگی حلال باشد، بگذارین از شما فرزندکای خوب به دنیا آید، شما آینده راحت این فرزنداتان بینین. حبیب خدا میگوید که یستغفر للمرأة المطیعة لزوجها. تماشا کنین، زنی که اگر شوهرش اطاعت میکند، طلب مغفرت میکند از برای او، کی طلب مغفرت؟ الطیر فی الهوا. انامین آسمان در کبوترایی که میبینین، آسمان در گنجشکایی که میبینین، همین آسمان در هر پرنده‌ای که نباشد، حبیب خدا میگوید اونها دعا میکنن که خدایا مغفرت کن همون زنی را که شوهرش اطاعت میکند.
بین پرنده های آسمان برای که زنی که شوهر اطاعت میکند طلب مغفرت میکند. باز که والحیتان فی الماء، برادرای عزیز این هزل نیست، این افسانه نیست. در بحر چند عدد ماهی است؟ ببین میلیارد ماهی در زیر بحرها وجود دارد. حبیب خدا گفت همه ماهی ها در دعاشان دعا میکنند در حق زنی که اطاعت کننده شوهر است. میگوید خدایا مغفرتش کن. تماشا که وقتی پرنده در حق دعا میکند، ماهی در زیر آب دعا میکند، والملائکه فی السماء، حبیب خدا میگوید ملائکه هایی که در آسمانند عدد ندارند در حق زن اطاعت کننده دعا میکنند. والقمر و شمس، آفتاب و ماهتاب در حق زن اطاعت کننده دعا میکنند ما دامت فی رضا زوجها، تا زمانی که زن شوهر راضی باشد در حق این زن همه آن چیزی که نام بردم حبیب خدا گفت در حقش دعا میکنند. بسیار خوب میشه که خواهرای عزیز نه برای دادر جنگ کن، نه برای برادر جنگ کن، نه برای خواهر جنگ کن، نه برای مادر و پدر جنگ کن. همیشه احترام شوهر تا بجا بیار. همیشه هر چیزی که نقشه که میکشد از نقشش بیرون نشو. خاطر فرزندکات، خاطر روز قیامتت، خاطر روز گویم که قبرت، همه اینا را پیش چشم بیارو. خاطر هیچ کس نبین، خاطر شوهر تا ببین. شوهر تا احترام کن. اگر ما باوری دارم همین خواهر که 3 کودک دارد، از پشت همین دادر که جنجال کرده است، 1 هفته در خانه همین دادر بیست، باور که همین دادر خودش از خانه پیشت میکند، میگه برای من تو در کار نیستی. این معامله را در این حیات هممون دیده استیم. همون خواهرمون که بیوه میشود، همون خواهرمون که گویم طلاق از شوهر میگیرد، هیچ کدام ما و شما روی دیدنش نداریم. هیچ کدام ما و شما آن معامله و مراسای را که شوهر با او میکند هیچ دیگر اولاد اجداد با او نمیکند. به این خاطر به خاطر هیچ اولاد اجداد به شوهرهاتون دلسیایی نکنید. شوهرهاتون احترام کنید. به قدر شوهرهاتون رسید. یک زن آمد خدا رحمتش کند، همون زنها را کجاست شد؟ همون زنها برای چه همون زنها دیگر تولد نمیشود؟ برای که امروز همون زوادها ویران شدند. زن به منزله زواد است. زوادهای خوب بود در دورش، تولدهای خوب میکردن، فرزندهای خوب به دنیا می آوردن. برای که زنها خودشان با حیا بودن، زنها خودشان خدا ترس کی بودن، فرزندهای خوب تولد میکردن. برای چی امروز مردم سوال میتاد سعدی تولد نمی شود، حافظ شیرازی تولد نمی شود، ابو علی ابن سینا تولد چرا نمی شود دیگر؟ برای که زوادها ویران شدند، برای زنها بی حیا شدند، برای زنها دیگه از خدا نمی ترسند، برای اینا دیگه فرزندهای خوب خدا نمی دهد. زنی بود میگه نزد حبیب خدا آمد و گفت ای حبیب خدا میخواهم شوهر کنم، شوهر میکنم، لیکن ای حبیب خدا تو معلم ما هستی، تو شفاعت کننده هستی برای تمام امت در روز قیامت به اجازت پروردگار. چی توصیه میدهی؟ حق شوهر چگونه هست؟ حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن خواهر عزیز گفتن شوهر کن، خوش به حالت. بهترین زن همون زنی هست که شوهر دارد، بهترین جوان همون جوانی هست که زن دارد. لیکن گفت فراموش نکن که لو کان من فرقه الى قدمه السدید فالحسته ما عدت شکره. حبیب خدا چی عجیب جمله زیبایی گفتن. میخواهم که همین جمله را همه زنهایی که شوهر میکنن در بالای همون صندوقهایی که پر از متریال و کرته و از تمام اشیای دنیا همراه خود دارن، بالای همون صندوقها در همین جمله را می نویساندن لو کان من فرقه الى قدمه السدید فالحسته ما عدت شکره. همین شعار کاش که می نویساندن. همون جوابنامه هایی که در قبر می نویسیم به کسی در کار نیست، ایو جوابنامه در همون ورقهای دراز ده بالای صندوقهای دخترتون ده همین جمله را نویسید. این جمله چی معنی دارد؟ این جمله هست که از زبان حبیب خدا صدا داد. رسول اکرم گفتن اگر ای خواهر عزیز از تار سر شوهرت تا زیر قدمش اگر زرداب باشد، چرک باشد، خون باشد، با زبانت اگر تازه کده بیایی، تا حال حق شوهر به جا آوردی. تا حال حق شوهر به جا آمدگی نیست. برای شوهر بهترین نعمت است. انا این جمله را بالای صندوقات نویسین تا که دختری تو با حق شوهر رسد.
دخترها را شینانین. پدرای عزیز، مادرای عزیز، همه میخواین که رفته از سر دکان دخترتان آش خورین، شوربا خورین، بهترین نعمتها را خورین. میخواین که رفته دخترهاتون خرسند در خانه های شوهر بینین، چیکار کنین؟ در خانه تعلیمش دهین، در خانه فهمانین که بچم که خانه شوهر رفتی دیگر پدر مادر نگو، دیگر اپا و خواهر نگو، دیگر دوگانه بازی و طلبه نگو، هر چیزی که شوهرت میگد اجرا کن. انشاءالله بچم به همه نیکبختی های حیاتت میرسی. گفته این نصیحت ها را باید که هر یک پدر مادر کند. اینجا یک خط دیگر آمده است، میگوید که مرا شوهرم 3 طلاق کرد. این خط در پیش من است. 3 طلاق کرد. به چی خاطر؟ شوهرم دیر کرد دیگر نه آمد، در کار بود از شوهر، از عبیتی برآمدگی شو آمده است، از توی خانه دوگانش رفته است. وقتی شوهر که میپرسش میگوید باز بلند آوازی کرده است، شوهر 3 طلاقش کرده است. ببین و ما باید که هر یک قدم اون پرسیم و با پرسیدن غلام نمیشیم کو. پرسیم که شوهر اجازتم نمیدی خانه دوگانم میرم، خانه آچم میرم، خانه اکم میرم، انشاءالله همه شوهرها اجازت میدهند. اگر تو همرا با زبان خوش پرسی، انشاءالله شوهرها هیچ وقت با شما دشنام قبیل نمیدهند. افسوس که همون زنهای میپرسیدگی هم امروز گوییم که از بین همه نابود شدند. دوره های حبیب خدا بود. ببین زنها چکل زنها بودند. پدرای عزیز، دیر نشده است، دنیا دیگرگون نشده است، ما دیگرگون شدیم. اینجا دنیا را ما و شما و شرایط ما و شما برای خود دلیل نیاریم. ما خودمان به مسئولیت شدگیم، ما خودمان به اهمیت شدگیم. در دخترهامان تماما توجه نداریم. چگونه معامله میکند کردن میگیرد. عاقبت یکی میشنویم یگان بی حیایی و یگان نامعقولی دختر ما پسان سرها را در سنگ میزنیم که دیگر فایده ما نمیکند. زیرا از اول علاج واقع پیش از وقوع گفتند. پیش از آن که این دختر ما بی حیایی بی شرمی کند، پیشکی علاج باید ما و شما میدیدیم. میگه دورای حبیب خدا بود. قصه مشهور از شمس الدین ذهبی را خدا رحمت کنه در کتابش میارد. همه بابی همه احترام شوهر در این قصه را حکایت میکند. من جایش آمده که صحبت میکنم. میگوید که این زن وقتی که شوهر از خانه بیرون شد، گفت از خانه بیرون نشد تا زمانی که من از تجارت برنمیگردم. تجارت رنگی دوبای خطای در 1 هفته نبود، بلکه پای پیاده 6 ماه و 1 سال میرفتند. گو از خانه بیرون نمیشوی تا زمانی که من نآیم. زنای فرمانبردار خدا ترس که بود، گو میلش به جان قبول گفت. از بین رفت شوهر به تجارت. 1 ماه نگذشته که برادرش آمد گفت پدرم در حالت سکرات مرگ است، بسیار خوب میشه که رفته دعای پدر گیری. این دختر گفت، برادر عزیز گفت پیغمبر خدا زنده هستند، حیات هستند، شوهرم نیست. رفته کنی از همین معلم بپرس، از همین حبیب خدا بپرس اجازت میدهد که من برای زیارت پدرم روم. وقتی حبیب خدا را آمده پرسید، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من عیادتها لابیها. همین اطاعت شوهر کردنش بهتر است از اینکه پدرش خبر گیرد. دختر قبول کرد. ببین امروز پدر کسل باشد، شوهر درک ندارد، الکی دختر در خانه آتش است. دویم آمد از بین 1 هفته گذشت، کش گریان در آمد. خواهر عزیز گفت پدرم گذشت، در جنازش اشتراک میکنی یا نمیکنی؟ گفت حبیب خدا را پرس اجازت میدهد یا نمیدهد. وقتی نزد حبیب خدا را برادر، حبیب خدا چی گفت؟ طاعتها لزوجها خیر من تشیعها جنازته. بین گفت در همون خانه نشستن و اطاعت شوهر بهتر است که از جنازه پدرش اشتراک کردن. زن قبول کردن، محلش گفتن. از همین بین 1 سال گذشت که شوهر آمد. در حال دختر حادثه را گفتن. شوهر گفتن برای چی نرفتی؟ گفت حبیب خدا اجازت نداد. وقتی جوان دوان به پیش پیغمبر خدا رفت، حبیب خدا چی گفتن؟ ان الله قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها. ای جوان عزیز گفت خوش به حالت که آدم خداداد بوده، بسیار زن مسلمان داشته، بسیار زن خوب داشته، لیکن رو به همون دختر خبر بده که پدرش آدم گناهگار بوده است. پدرش آدم گویم که خیلی سهو و غلطهای زیاد داشت، لیکن خداوند به خاطر احترام همین زن از برای شوهرش از گناه پدرش خداوند گذشت.
ببین از گناه پدر پروردگار گذشت. به خاطر چی؟ به خاطر که این زن شوهرش احترام میکند. البته انشاءالله آن پدر و مادر گورش پرنور است زمانی که داماد از او راضی باشد، زمانی که شوهر دخترش از دخترش راضی باشد. شما وقتی همون خانه دخترتون میرین، وقتی مثال شوهری همون خسر و خوشتامن همون در پیش شما گوید که خدا شما را برکت دهد که بسیار دختری خوب برای ما دادی، چند قدر خرسند میشوین، چقدر دیگر ببین باور که شما قبط گوش میگیرین. لیکن وقتی گوید که یک دختری تنبل، یک دختری لادری، یک دختری چیرکینی، یک دختری گپگردانی، مثال فلان گفتن گیرد، چند قدر وقتی تو ناراحت میشه برای تو پدر و مادری، تو غمگین میشه که دختری من این گونه است. لیکن تو باید وقت داشت غمگین میشدی، تو در وقت داشت باید که این دختره نمیگذاشت که لادر باشد و تنبل باشد و چیرکین باشد. باید همه این طرف ها را تو اهمیت میدادی، بعد به این جوان میدادی. امروز تو رحمتنامه میگرفت. از مکتب رحمتنامه من میدادن که 5 گرفته، باور که 1 سال ای خرسندی را دیگر حد کنار نداشتیم. وقتی خسور خوشتامن گفت رحمت بر تو، چند قدر خرسند میشوی. برای همین رحمتنامه را گرفتن پدرای عزیز و برادرای مهربان کوشش کنین ان شاء الله همون رحمتنامه را شما میشنوین. و این خواهر عزیز من چی گفت؟ عزیزم میگویم که مقصد یک باره که طلاق دادن بازگشته و 3 طلاق گفتن، این روایت دارد، فقط روایتش در دست من نیست. میتوانین که رفته در مفتیات مراجعت کنین، انشاءالله برای شما روایت میابند. لیکن گفتی همون تاجیکای ما و شما هوشتان به سر گیریم. در زندگی بسیار خطری، گویم خیلی چیزی نازک است، بسیار اهمیت دهید. انشاءالله همین احترام شوهر را کنین، شوهر خواهی نخواهی احترام شما را میکنن. دوست میدارم که در همه عائله احترام شوهر و احترام زن وجود داشته باشد. انشاءالله از بین اینها بعد چی میشود؟ فرزندای خوب به دنیا می آید. و الا اگر در بین شما این گونه جنگ و جنجال و طلاق کردن و نافهمی ها باشد، یقین است که از وجود شما فرزندای خوب به دنیا نمی آید. خواهر عزیز، انشاءالله از این صحبت های من شاید هیچ کس ملال نمی شود. صحبت های هست که همه سرشار احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فقط به فایده شما هست، فقط به فایده همه ما و شما هست. ممکن نیست. جمعه گذشته من در اطراف سلام برای شما گفته بودم که سلام میدهم، سلام دادن چگونه هست، باید چگونه سلام دهی. و در باب قهری که امروز برادرای ما و شما قهری هستن با یک دیگر، شرم نمیکنن، هر دو نماز میخوانند، هر دو در یک محله زندگی میکنن، هر دو در یک طبق نان میخورن، لیکن با یک دیگر قهری هستند. خواستم در اطراف همین با شما صحبت آراسته کنم. حبیب خدا میگوید لما خلق الله تعالی آدم فقال اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. حبیب خدا میگوید وقتی خدا آدم آفرید، بابای آدم میگویم حضرت آدم علیه السلام، اولین آدمی را که خدا آفرید، وقتی آفرید بعداً با این آدم چی گفت؟ اذهب فسلم على هؤلاء نفر من الملائکه جلوس. همون جمعیتی که نشستن دیدی گفت. حضرت آدم نگاه کرد که یک جمعیت مثل همین مسجد ما و شما پوری آدم، پوری همین تا گویم یک مخلوقای خدا. گفت دیدم،
همه اون ملائکه هستن. گفت اونا ملائکه هن. فسلم، رفته به اونها سلام بده. لیکن گوش انداز که وقت سلام دادی چی جواب میگیری، زیرا اینکه جواب او جواب هست که باید به تمام فرزندهای تو انا همین گونه سلام و انا همین گونه باید جواب باشد. حضرت آدم میگوید آمدم نزد ملائکه ها آمدم. بعدن چی گفت؟ السلام علیکم. حضرت آدم به همون تمام ملائکه ها بعد سلام داد، السلام علیکم. ملائکه ها همه گوش داشتند. فقالو السلام علیک و رحمت الله فزاده رحمت الله. شارح های حدیث میگوید، میگه وقتی آدم گفت السلام علیکم به صیغه جمع، علیکم بر شما، سلام بر همه شما باد. حضرت آدم گفت از طرف ملائکه ها چی جواب آمد؟ السلام علیک و رحمت الله. ببین حضرت آدم یک کس کی بود علیکش گفتند، اونا جواب گفتند سلام بر تو باد و رحمت پروردگار به تو باد. جواب انا همین است، سلام انا همین است. السلام علیکم جواب چی باشد؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر چند البرکاتش من در آینده حدیث دیگر در برای شما بیان میکنم، لیکن از جانب ملائکه فقط همین قدر آمد. و علیکم و علیک السلام و رحمت الله. السلام علیک و رحمت الله. این جوابی بود که از ملائکه ها. مرد آمد نزد حبیب خدا، پرسید ای الاسلام خیرون، ای حبیب خدا در همین دین اسلام از همه عمل دیده کدام عملش پر ثواب است؟ حبیب خدا چی گفتند؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف. حبیب خدا گفت در اسلام بهترین عملش دو هست. گفتند یکی دادن طعام است، دوم سلام دادن است کسی را که میشناسی و کسی را که نمیشناسی. این بهترین عمل در اسلام است، دادن طعام، خیر احسان کردن، صدقه دادن، در خانه مردم فریاد و گویم آب و نان قد ضیافت دادن. این بهترین عمل اسلام است. و دوم حبیب خدا گفتند دوم بهترین عمل در اسلام سلام دادن است، کسی را که میشناسی و کسی را که نمیشناسی. این امروز کسی را که شناسیم سلام میدهیم، کسی را که نشناسیم سلام نمیدهیم. میبینیم از کسی که مثال یگان منفعت دارد سلامش میدهیم، کسی که منفعت ندارد سلامش نمیدهیم. میبینیم کسی که پول دارد وظیفه دارد دویده به پیش میریم سلام بکنیم، لیکن کسی فقیر و بیچاره و ناتوان است و سلام نمیدهیم. حالا که حبیب خدا میگوید کسی را میشناسی و کسی را نمیشناسی و از کدام جمله انسان نباشد شما با او سلام دهید. این بهترینی چی است؟ از عملهای اسلامی به شمار می رود. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. حبیب خدا گفتند از همه در بزرگترین شما کیست؟ آن کسی که اول سلام می دهد. ببین اول سلام دادن بزرگی شما را نشان می داده است. بهترین شما حبیب خدا گفت همان کسی است که اول سلام می دهد. بسیاری آدم از روی تکبری اول سلام نمی دهد، می ایستد تا که مردم وی سلام دهند. ببین این از روی تکبری می شود. بعضی آدم دیده مثال سلام هم نگاه میکنه و سلام نمیکنه، کنی میبینه از طرف تو یگان سلام می شود یا نمی، او از روی تکبری است. به این خاطر ما در کدام حالت نباشیم اولی سلام دهیم. کسی را میبینی السلام علیکم و رحمت الله گفته اولی سلام بده، انشاءالله تو بزرگترین و بهترین انسان به شمار می روی. در دیگر حدیث های رسول اکرم می آید جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم فقال السلام علیکم فرد علیه فجلس فقال 10. یک مرد آمد نزد حبیب خدا گفت السلام علیکم.
و پیغمبر خدا همین خیل سلام داد، السلام علیکم. حبیب خدا چی گفتن؟ فرد علیه، گفتن و علیکم السلام و علیکم السلام. چگونه که سلام دادن همون خیل جواب گرفتن. و حبیب خدا گفت اینجا نشین، برای تو 10 ثواب. ثم جاء الاخر، بعد از آن مرد دیگر آمد، فقال السلام علیکم و رحمت الله، فرد علیه فجلس فقال 20. میگوید اینش چی گفت؟ اونش گفته بود السلام علیکم. این دویم مرد آمدگی السلام علیکم و رحمت الله، رحمت الله را زیاد کرد. حبیب خدا همین جواب با او بازگشت و گفت برای تو خدا 20 ثواب میدهد. ثم جاء الاخر، بعد از آن سیوم آدم آمد، گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، فرد علیه فجلس فقال له 30. حبیب خدا میگوید این سیوم شخصی که آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را جواب گرداند و گفت برای تو 30 ثواب خدا نصیب کند. 30 ثواب. بین مقصد السلام علیکم گفتین، سلام درست است، 10 ثواب میگیرید. و رحمت الله را اگر جمع کردید بالاش ده 20 ثواب. و برکاته را اگر ماندین، این حالت در چی میشود؟ 30 ثواب خدا در این سلام برای شما نصیب میگرداند. برای همین بهترین سلام انا همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر. حبیب خدا میگوید همه وقت سواره پیاده را سلام دهد. کدام شما اگر در چیز سوار باشین، چی در اسب، چی در ماشین، چی در خر، در چیزی که نباشین، سوار باشین، پیاده را باید شما سلام دهید. حبیب خدا میگوید رونده نشسته را سلام دهد. والماشی علی القاعد، کسی که رونده هست، در راه گشته رفته ایستاده است، کسی در راه نشسته است، راه نشین آدم راهگرد سلام میدهد. والقلیل علی الکثیر، حبیب خدا گو آدم کم بسیار سلام میدهد. اگر کم باشین میبینین یک توده آدم، شما 2 کس باشین، اگر بالاتر 10 نفر باشد شما باید 2 نفره 10 نفره را سلام دهید. یعنی همه وقت آدم کم بسیار سلام میدهد. دیگر حضرت انس میگوید که وقتی حبیب خدا به سوی من گفت یا بنی، گفت اذا دخلت علی بیتک، وقتی در خانت میدرایی، گفت ای انس بر اهل خانت سلام بده. ببین امروز ما و شما وقتی که همون خانه من میدراییم، دروازه را میکشاییم، داخل خانه در آمدیم که مثال در اونجا پدرمان است، مادرمان است، یا گویم عائله مان است، فرزنداش است، در حال ما باید که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته بر اهل خانه سلام دهیم. امروز من باوری کامل دارم، باور که 70% این مسجد در خانه سلام نمیدهد. خانه میدرایی، در آمدن هست، لیکن سلام دادن بر پدر و مادر یا گویم بر زن و بر فرزندات وجود ندارد. حبیب خدا میگوید که یکون برکتا علیک و علی اهل بیتک. ببین نمین سلامی که تو در خانه دادی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتی، انا همین بر خودت برکت میدهد و در خانت برکات پیدا میشود. به خاطر نمین که تو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در خانت میگویی. حضرت انس میگوید کارش همین بود که وقتی در کوچه که میگذشت به کودک ها سلام میداد. وقتی میگفتن ای انس به کودک ها سلام میدهی چی گفتن حبیب خدا را میدیدم که همیشه به کودک ها سلام میداد. یعنی این هم یک مسئله هست که ما باید کودک ها را سلام دهیم، به مقصد که کودک ها از سلام ما و شما عبرت میگیرن. وقتی که ما اونا را سلام دادیم اونا میدونن که سلام دادن این هم گویم که یکی از رکنهای اسلام به شمار میرود. با این خاطر چی میکنن؟ همین عادت میکنن. ما باید که این سلام ها را گویم که در خاندانمان، در اهل عیالمان استفاده بریم. یکی از حقهای گویم که مسلمان بالای مسلمان دارد انا همین است که حبیب خدا گفتن حق المسلم علی المسلم 60. ببینین برادرای عزیز،
در همین مسجد چند هزار نفره که باشین، اینت بالای اینت حق دارین، حقهای دارین. قیل و ما هن، از حبیب خدا پرسیدن حقهای مسلمان چند است؟ گفتن 6 است. در یک روایت 7 آمده است، در بعضی روایت 5 آمده است. لیکن این روایتی که من میخوانم این از صحیح مسلم است، از ترمذی و نسائی و ابن ماجه 6 روایت کردند. میگوید حبیب خدا گفت مسلمان بالای مسلمان 6 حق دارد. گفتن کدام است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ اذا لقیته فسلم علیه. یکم حق همین است که وقتی که اگر با یک برادر مسلمان روبرو شدی، در حال با او سلام بده. ببین روبرو شدن با برادر مسلمان ده سلام بده. وقتی با کله جنبانیدن و با اشاره دست سلام نده، بلکه با لفظ سلام بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته باید با یکدیگرتون شما سلام دهید. ان شاء الله همین افشای سلام هم حبیب خدا میگه. عبدالله ابن سلام گفتن که شنیدم از حبیب خدا که میگفت، چی میگو حبیب خدا؟ یا ایها الناس، ای گروه مردم، افشوا السلام و اطعموا الطعام و سیلوا الارحام و صلوا والناس نیام تدخلوا الجنه بالسلام. چه حدیث عجیب، جمله های زیبای حبیب خدا گفتن ای مردم سلام میکنین، خوشرو سلام کنین، سلام آشکارا کنین، بلند با یکدیگر السلام علیکم گفته قوقاتون کشاده کنین. لیکن شما فراموش نکنین برادرای عزیز، امروز سلام میکنه پس خیانتت میکند. معنای سلام چیست؟ معنای سلام ابن عربی در احکام القرآنش از امام عیینه روایت میکند که امام عیینه چی گفتن؟ گفتن که اتدریم السلام، گفتن میدانین مردم با یکدیگر سلام میکنین، یکدیگر را آغوش میگیرین، آیا میدانین همین سلام چیست؟ گفتن چیست؟ گفت انت آمن منی. مقصد وقتی سلام با یک برادر کردی معناش این است که ای برادر، امروز که من با تو سلام علیک شدم، تو بے پروا باش که من در حق تو اصلا خیانت نمیکنم. معنای سلام انا همین است که با در عرفیت ما و شما استفاده میبریم که ما با فلانی نان و نمک خوریم. مقصد وقتی تو نان و نمک خور که باشی، باید که در حق او برادر تو خیانت نداشته باشی. یعنی وقتی با یک برادر تو سلام میکنی، دست در دست او میگذاری یا او را در آغوش میگیری و از پس او را غیبت کرده و خیانت میکنی، این روسیایی است، این سلام نیست، این دروغ است. تو سلام یا از خاطر پولش داری، یا از خاطر منصبش داری، یا به خاطر قدر قیمت داره، به همون خاطر سلام داری. فردا و از همین مرتبه خالی شود، تو بر این انسان به او سلام نمیکنه. لیکن حضرت امام عیینه گفتن معنای سلام این است که ای برادر امین باش که من به تو هیچ ضرری نمیرسانم. معنای سلام انا همین است. انا حبیب خدا گفتن سلام ها را آشکار گوید. خیلی قوقای انداختگی و یا که دستش دراز میکند دهن خب پیمت دراز میکند، مثال یک گویا یک سلام میکرده و نه، سلام این نیست. سلام یک دیگر را که دیدیم تبسم میکنیم، مثال گوییم که لبخند میزنیم، السلام علیکم و رحمت الله گفته دست یک دیگر را میگیریم. این حبیب خدا گفتن ای مردم آگاه باشین که آشکار کردنی سلام، دادنی طعام، وسیل الارحام، با خیش قومیتت یک جای بودن، با خیش و تبار رفت آمد کردن، و صلو و ناس و نیام، نماز شب بخوان در حالتی که مردم خواب باشد، تدخل الجنه بالسلام. حبیب خدا گفتن در جنت با سلام، السلام علیکم گفته وارد جنت شو. وقتی که تو طعام میدهی، وقتی که تو سلام آشکارای همین تا گویم با تبسم داری، یا اینکه با خیش و تبارد رفت آمد داری، یا شبها نماز داری، این 4 عمله که اجرا کردی مرحمت وارد جنت شو. گو با السلام علیکم و رحمت الله گفته وارد جنت شوی. و این خاطر سلامامون هم باید که کشاده رویی باشد، سلامامون هم به طمع باشد. ولی سلاما امروز به طمع شدگی است. حمد میدونین خیلی دیگر جای شرح دادنش نیست. همون گفته عمر خیام دوستان 3 نوع انگر بدانی، کنانی اند و جانی اند زبانی. حضرت ها در همون دورای خود چون همین دوستای حاضره را علاکه در لابراتوار گذرانیدن، دیدن این دوستی که امروز داریم، مثال زبانی میشیده است، نانی میشیده است، جانی میشیده است. با نانی نان بیده از در بیرانش، همونش که کیسه تر نگاه داره،
همونش که درآمد تا نگاه داره، همونش که منصب تو قطعی آشنا هست، بتیش از همون مال دنیا یک قسمت کش بتیه بگو برا دور برا، در پهلوت و راه نته. دویم دوستایی که هستن زبانی هن، سال میاد در پیشت بسیار خودشا ملایم میکنه و سخنهای دیگر آدم هم میاره پیش تو و دیگر خودشا بسیار شیرین میکنه، او قطعی زبانی نوازش کن، او دوستی زبانی هست. لیکن دوستی جانی را عمر خیام گفتن با جانی جان بیده گر میتوانی. یکی دوستی جانی را همیشه چیکار کن؟ در پهلوت بگیر. دوستای جانی قطعی همیشه رفته آمد کن، زیرا سلام او طمع ندارد، سلام او ضرر ندارد، همه عملهای او فقط و فقط به فایده شما است. لیکن برادرای عزیز، سلام دادن که خیلی ثواب کلان دارد، بی نهایت سلام گویم چی با کلانترها و با همه. لیکن در کدام حالتها سلام نکنیم؟ حالتهایی که نادرستی سلام است، حالتی که گویم که مرد در حاجتخانه باشد. مثال حاجتخانه های هستن که دو کسی که زرمو حاجتخانه می دراید، در درون حاجتخانه سلام دادن درست نیست. یا در داخل حمام ده که امروز بعضی موی سفیدا را میبینی که بیچاره سطر ندارن، همین تدگویم که عریان بچه‌ها را میبینی از زیر ناف تا زیر زانوش پوشاندگی و موی سفید نمی قدر ریش کشال و نه یگان تروسی داره و نه یگان گویم سطر دارد، بیچاره بچه‌ها را تماشا میکنن. اینا در اصلا اینجا یگان گویم که ما تهمت نمیزنیم. همون حمامات هم که در آمدین، همون حمامات هم سطر را بجا بیاریم برادر عزیز. سطر از زیر ناف تا زیر زانوتون مستحکم و محکم باشد. خب اگر از خودت محکم باشد از دیگرها کشاده، در اوج تو گناهگار میشوی برای دیدنی گویم موضع های اون برادری که از پهلوی تو در وجود دارد. در حمام سلام دادن درست نیست. یا در حالت مسجد میدرایی که مردم نماز خوانده است سلام نده، یا میدرایی که یک برادر تنها نماز خوانده است سلامش نده، یا حالتی که یک برادر قرآن خوانی دارد سلامش نده، یا حالت یک برادر ذکر در مشغول است سلامش نده، یا حالتایی که یک برادر اذان گفته است قطعی او سلام نکن، یا حالت یک برادر قامت میگه در حالت قامت هم سلام نکن، یا حالت اینه من موعظه دارم یک کس میدارد سلام میدهد، حالت موعظه حالت سلام نیست، خاطری را تو مشوش میکنی، خاطری را تو پراکنده میکنی. یا امروز گویم از همه در بدترینش همین است که لبی دسترخوان، همین دستامان در درون طعام در آمده است که میبینی که به بالا تا آمد سلام کنی. حالت طعام خوردن حالت سلام نیست. حالت طعام خوردن همون در آمدی السلام علیکم، بس همون جا که دنیشین طعام تا که خوردی همه که مثال گویم فارغی از طعام شدن، بعدا زیارت ها می شود. این حالت هم حالت نادرستی سلام است. همینا را شما رعایت کنید. از گفتن باور که در دهن ما خف نمانده است، لیکن هیچی دیگر نمیبینیم. همین معامله را همین گویم آنچه که میگویم در معاملات نمیبینیم. همینا را اجرا کنین. اینا سخنای خدا و پیغمبرن، اینا سخن کتابن. وقتی شما ثواب میگیرین که همینا در عملی بگردانید. اجازت نیست. اینا حالتهای هستن که در این حالتها سلام دادن درست نیست. انشاءالله فکر میکنم همین قدرش در اطراف سلام برای ما و شما کفایت میکند. در آیاتهای قرآن هم بسیار در باب سلام سخنهای زیاد، چه از سوره های مبارکه نور و چه در سوره نساء و در باب سلام آمده است که حتی در یک آیت قرآن خواندم که خداوند میگوید که وقتی خانه یک برادر مسلمان میدرایی تو داخل تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. وقتی خانه یک برادرتون که میدرایین خداوند میگوید شما به اجازت خانه برادرتون ندرایین، بلکه اذن گیرید. اذن چیست؟ اجازت گیرید. اجازت با سلام تا 3 بار همون حولی ده که همون دروازه را کشادی السلام علیکم و رحمت الله خاندار گفته فریاد بزن. اینا در آیاتهای قرآن خداوند خبر میدهد تا 3 بار سلام بده. وقتی میبینی هیچ صدای نیست پس بگرد وارد خانه نشو میگوید خداوند. امروز در بعض خانه که زواناکا هست، همون زواناکا جقیدن هم انامون هم خودش چی است؟ معنای اجازت پرسیدن است. لیکن خانه هایی که گویم که همون زنگ ها که وجود ندارد، وقتی میدرایم بعضی آدم دیده ولی راست به همون خانه را میدراید.
دیگر نگاه نمیکنه که در او خانه کی هست چی هست. این در دوره های حبیب خدا همین آیت نزولش از برای یک زنی بود که پیش پیغمبر خدا آمد گفت چند بار است که در حالت عریانم که به خانه مردها می درآیند. مقصد همین خیلی در حالتهای هستن که خانه از وارد خانه است، آدما در همه کار مشغولند. وقتی آدم دری او را کشاده و به وارد خانه او میشوی، این بسیار بسیار نادرست است. همون هم پس دروازه او فریاد بزن، سلام بده، بعدا اجازت شد می در اجازت که نشد پس میگردی. این است مسئله هایی که برادر عزیز کمی گویم به ما وابستگی. اینجا یک سوال دیگر بسیار ضرور بوده است. همین خواهر از ما پرسیدن، بسیارتر خواهرای اسلامی از ما سوال جواب میکنن، خدا نگهشان دارد. السلام علیکم ایشان حاجی میرزا، از خدای بزرگ التجا دارم که زبان شما را از گفتن سخن حق در راه اسلام همیشه گویا گرداند. سوال چنین است: شوهر من زنگیر است، من او را برای گرفتن اجازت دادم که رفته زن بگیرو به نزد من زند را نیار. شوهرم میگوید که برای این عمل از من دعا نمیگیری و دعایت نمیدهم. التماس با سوالم مکمل جواب دهید. با احترام، یک اپای اسلامی شما. این خیلی اپای اسلامی بوده است. همون شوهر باور که نادرست رفتار دارد. وقتی که مثال همین زن اجازتی گویم که حالان که حقوق اصل شریعت گیری برای زن گرفتن اجازت زن ضرور نیست، لیکن اکو وقتی که شما مصلحت کردین همین زن که اجازت داد، پس باز این شب بالای او زم نکن که مثال ما او را به نزد تو میارم. خواهی نخواهی دادر عزیز به نزد او آوردن عاقبتش باز پراکندگی است. باز پراکندگی به فایده یگان برادر نمی شود. امروز بسیار از جوانایی که امروز گویم همون 2 زنان 3 زنان، لیکن هیچ وقت زنای اونا یک جا نیستند. به خاطر که اونا در بین اونا خواهی نخواهی جنگ جوش گویم نافهمی ها پیدا می شود. به این خاطر این انشاءالله این خواهر گویم که هیچ کاری خطا نکرده است، یگان کاری غلط نکرده است. انشاءالله این دعای بد شوهر در حق تو دعای نیک است. اگر دعای بد کرد همچنان میرسد در حق تو که گویا که شوهر در حق تو دعای نیک کرده ایستاده. خوش به حالشان. باور کن خیلی زن ایمانداری هست که میگوید رفته تو مثال زن بگیرو میلش من در باز در نکاح تو طاقتی تو را دارم گفته. این خیلی غیرت اسلامی است از جانب زنها، خیلی غیرت کلان است. امروز مثال بسیار جوانا هم هستن که به خاطر میبینن همین دخترهای مثال بیراگرد زیاد شدگیان. بسیار جوانا را من دیدم باور که گفتن از قد راه زن گرفتیم. مثلا همون زنای بیراهایی که در قد راه هستن ان همونها را رفته جدا کردیم و برای خود زن اختیار کردیم. این امروز وای مثال در خانه من خدمت دارد. از همین گونه زنها ما چی داریم؟ از همین گونه زنها ما صاحب فرزندیم. برای همین این یک غمخوری از گویم به همین جامعه تاجیکستانی ما که مثال وقتی یک زنی بیراهگرده که فردا وای بیمار می شود، چندین جوانهای دیگر را گویم که از همون بیماریش میگذراند و گویم یک بیماری عام در همین جمهوری ما پیدا می شود، یک پیشگیری گویم جوانها همین را برای خود اختیار کردن. لیکن خوش به حال این خواهر بسیار باور کن عملی خوب نشان دادن. السلام علیکم داملای محترم، ما یک گروه جوانان از شهر دوشنبه خواهش میکنیم با سوال ما جواب گردانید. یک رفیق ما زنش را 3 بار یک طلاق کرد و باز نکاح کرده گرفت. آیا زندگی این جوان درست است یا نه؟ درباره طلاق و نکاح با ما مراجعت نکنین، فقط همون مرکز اسلامی در رفته مراجعت کنین، همونجا چیزی که برای شما گویم. محترم بابای حاجی، در فرض عین اصول دین از 8 قسم عبارت است، اما از مولوی سراج الدین شنیدیم که اصول دین ما تنها آمنت بالله می باشد. مولوی میگوید که اصول دین 8 قسمه اصول دین شیعه ها می باشد. خواهش میکنم درستتر فهمانید. خب یعنی برادر عزیز اصول دین برادر 8 قسمه است، این از ما نیست. خب فراموش نکنین اصول دین ما بنی الاسلام علی 5. سخن حضرت عبدالله ابن عمر خدا رحمت و مغفرت چون که حبیب خدا گفتن اسلام بر 5 چیز بناست.
شهادت دادن کلمه لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. این یکم. دوم 5 وقت نماز خواندن، روزه ماه رمضان داشتن، خب زکات دادن، حج کردن. این از اصول دینی ما. انا همین اصول گفته همون گویم اصل میگویند، اساس ریشه دین اسلامی ما انا 5 چیز بنا میشود. به این خاطر البته اونایی که بودن خیر که خدا رحمتشون کند، کسی کتابت کرده است نکرده است، اونا را ما اینجا جای تحقیر و جای مذمت چون نیست، بلکه فقط امروز ما و شما اینقدر فهمیم که اصول دین ما 5 چی است، 5 بنای اسلام. انا همین از شما دانین، ان شاء الله همین خودش کفایت میکند. خب السلام علیکم آقای حاجی، از نام یک مخلص شما از دهه دهنه کریموف عبدالله. بابای حاجی این 50 سومی مرا کمم که باشد بسیار گفته قبول نمایید از من و این کتاب را از من قبول نمایید. بابای حاجی در حق من و اولادم دعا کنید. من کسل قند و دق نفس می باشم. شاید که با دعای شما خدا خواهد نقص شوم. اله شما را هرگز خار نکند. با احترام کریموف عبدالله. انشاءالله این 50 سامان بابا را هم در آبادی مسجد خدا خواسته باشه صرفش میکنیم. و اینجا هم برادرایی که باز یک برادر خدا را نگهش دارد، اینجا هم خب یک مقدار پولی عروسی روان کرده است برای آبادی مسجد. خب یک برادر دیگر هم اینجا مبلغ دادن، نامشون نگرفتن. زنی بابای حاجی عبدالحلیم از جرقله، این زنش بود است، اینجا هم یک مبلغی روان. ما وقتی مبلغ میگم یک فکر نکنین که همین خود مبلغای در آسمان هست. هم مبلغای کم کم فقط من رقمشون نمیگیرم. یکی فکر کنین که مثال همه پول در همه جا باشد، بعضی حالی ممکنم تا گمان کنن همش بیچاره 20 سامان و 10 سامان و هم تا هستن. خب عبدالله از کارزی بالا اینجا یک مبلغ آورده است. بابای حاجی شاهین دیروز خدا نگهش داره حج آمدن آبادی مسجدن، اینا رقم میره نمبر 400 سامان داده است. خیلی مبلغ کلان خدا نگهش داره. حاجی محمد علی برادرمانم دیروز هم همینجا اینا 100 سامانی دادن. در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنن، همون صندوق خیریه را کم کم نظر کنید. انشاءالله اگر همه کسا، این جای طلبیدن نیست، اگر همه کسا در همجا 50 درم 1 سوم وقتی میپرتین گپ در 50 درم 1 سوم شما نیست، لیکن انشاءالله این خیلی بهبودی ها در همین